پدری به نام عبدالله و مادری به نام ستاره چشم جهان. او علی سینا دارای حقوق خدادادی و در مادرش متوجه شدند و از همان دوران کودکی این حقوق پرورش دادن و باعث شدن که این چیزی که ما امروز ازش نام میبریم ببینیم. او علی سینا از همون دوران کودکی شروع کردن به تحصیل ابتدایی، یعنی از حدود 4-5 سالگی شروع کردن و در نهایت در سن 16 سالگی 12 علمی که ما امروز ازش نام میبریم و میگیم او علی سینا به 12 تا علم کاملا متبحر بود. 12 علم تا 16 سالگی کاملا یاد گرفت و تا سن 18 سالگی از سن 18 سالگی شروع به نوشتن کتاب‌هاش شد. طوری که میتونیم بگیم که ایشون از سن 5 سالگی قرآن رو حفظ بود و بعد تا 7 سالگی یه دور دیگه قرآن رو دوره کرد. از اساتیدی که ایشون داشتن عبدالله ناطقی بود که در مادرشون اونو به منزل می‌آوردن و او علی سینا از خدمتشون استفاده می‌کرد. از کتاب‌های بغرات، پرسپولیس، جالینوس استفاده می‌کرد. جزء علوم اولیه‌ای که او علی سینا شروع کرده خوندنش علم منطق بود و علم حساب و ریاضی و همچنین قرآن و بعدا در طول علوم به ترتیب شروع کردن. از 18 سالگی و تا پایان عمر هم کتاب نوشتن رو ادامه میدادن و دستبردار هم دارن نوشتن. پدر او علی سینا از پادشاهان از اعمال پادشاه دولت سامانیان در دولت سامانیان بودن که متولد شدن و در نهایت در زمان دیلمیان فوت شدن. پادشاه سامانی زمانی که حالا پدر او علی سینا در دربار بودن بیمار شد. پزشکان اون زمان از معالجه پادشاه در می‌مونن و در نهایت با تجویز او علی سینا پادشاه خوب میشه. ببخشید من سری کلماتون هم میگم الان 5 دقیقه نیست صحبتام تموم شده بود، یه مقدار آلرژی هستم، صدا من بده، من معذرت می‌خوام. بعد وقتی که پادشاه درمان میشه به او علی سینا گفته میشه که شما چه پادشاهی خواستم در او علی سینا هم کتابخونه‌ای که در دربار سامانیان بوده و در بخارا زمان زد بوده کتابخونه رو درباز بودن بتونه از کتاب‌های اونجا استفاده بکنه و مطالعه کنه. توی صحبتام فراموش کردم بگم که ایشون از روستای افشنه، از خرمیسن، از توابع بخارا امروز ازبکستان متولد شد. یعنی خیلی از عزیزان میگن که یک دوره ایشون در اصفهان بودن میگن که او علی سینا اصفهانیه، او علی سینا همدانی نیست. اصلا ایشون نه همدانیه نه اصفهانیه. مهم اینه که ایشون ایرانیه، در اون زمان حالا بخارا جزء ایران بوده و الان ازبکستان هست و حالا طی جریاناتی و همه در نهایت بعد از اینکه پدر او علی سینا فوت می‌کنن ایشون مدتی رو در دربار سامانیان بودن و بعد از اون سفرهایی رو داشتن به ترتیب میان از بخارا گرگانج، بعد از اون میان ری، میان قزوین و در نهایت میان به شهر همدان. زمانی که در همدان میان 32 سال در سن داشتن. شمس‌الدوله دیلمی پادشاه وقت همدان بوده. ایشون مریض میشه و 3 بار شمس‌الدوله بیمار میشه، بیماری مولنج که در اون زمان حالا گفته میشده و امروزه میگیم سرطان روده بزرگ. او علی سینا 2 بار موفق میشه، پادشاه درمان میکنه، خوب میشه، حالا به سال‌های متمادی و باعث متأسفانه پادشاه میشه و فوت میکنه. بعد از شمس‌الدوله دیلمی پسرش سماح‌الدوله جانشین میشن. او علی سینا حالا در خودشون وزارت سماح‌الدوله رو نمیپذیرن، بهشون اتهام زده میشه و چه اتهاماتی که حالا اشخاصی که حسد می‌ورزیدن به او علی سینا متأسفانه به مدت 4 ماه در زندان به نام مزدقان بین همدان و ساوه ایشون محبوس میشن. اونجا جوزجانی یکی از شاگردای او علی سینا بوده. اون منطقه هم خیلی خوش آب و هوا بوده. او علی سینا اونجا از فرصت استفاده میکنه، شروع میکنه نوشتن کتاب باز مجدد. بعد از آزادی مدتی در
تلاش رو